در این دنیا گنجینه‌هایی هستند که مفقود یا گم شده اند. اگر کمی خوششانس باشید و یکی از آنها را بیابید، قطعاً ثروتمند می‌شوید. اتاق کهربایی، اتاقی اسرارآمیز که در قرن 18 میلادی ساخته شد، اولین مورد از با ارزش‌ترین گنجینه‌های مفقود شده است. اتاق کهربایی در سنت پترزبورگ و در کاخ کاترین ساخته شد. این اتاق دارای موزاییک‌ها، آینه‌ها و حکاکی‌های بسیاری از جنس طلا و 450 کیلوگرم پن کهربایی بود. زمانی که شهر در سال 1941 توسط نازی‌های آلمانی به تصرف درآمد، پنل‌های این اتاق از یکدیگر جدا شدند و به آلمان برده شد. از آن زمان تا کنون دیگر کسی از آن خبری ندارد و این احتمال وجود دارد که تا حالا نابود شده است. شمشیر هونجو ماسو. این شمشیر یک شی تاریخی است که توسط شخصی به نام گورو نیادو ساخته شد. با آنکه این شمشیر از دسته جواهرات نیست، اما ارزش این شمشیر به اندازه‌ای است که گفته می شود شخصی که آن را ساخته است یکی از بزرگترین شمشیرسازهای تاریخ ژاپن بوده است و با عنوان این شمشیر نیز برگرفته از نام یکی از سامورای‌های معروف ژاپنی بوده است. این شمشیر در قرن 16 میلادی به عنوان جایزه یک نبرد دریافت کرد. این شمشیر در پایان مجموعه از نبردها در قرن 16 به اولین فرد از شوگون سالاری‌های ژاپن به نام توکوگاوا رسید و تا پایان جنگ جهانی دوم در بین خانواده توکوگاوا دست به دست شد و بعد از اشغال ژاپن توسط آمریکا این شمشیر به آمریکا برده شد. الماس 133 قیراطی فلورنتین یکی از بزرگترین الماس‌ها در جهان به شمار می‌رود. اینکه این الماس به کدام منطقه تعلق دارد هنوز در حاله‌ای از ابهام وجود دارد. در جنگ جهانی اول این الماس ارزشمند گم شد و دیگر از آن اثری دیده نشد.